رفتم تو بیمارستان، بعد 5 دقیقه 2-3 دقیقه صدای تیراندازی رو شنیدم و بعد دیگه همین شلوغ شد و نیروهای انتظامی اومدن خیابون رو بستن. تا حالا همینطور هستیم. ما اینجا وایساده بودیم، یهو دیدیم مامورا رو چند نفر گفتن 5 نفر رفته داخل، یه شلیک کردن. ما حتی یکیشون دیدیم از اینجا زدن به قلبشون خورد، همینطوری افتاد زمین. بعد دیدیم اینجا گذاشتن داخل ویلچر، بردنش داخل بیمارستان. والا مردم دارن میان، چند نفر از داعشی‌ها بوده، هر کی حرفی میزنه، نمیدونیم که بالاخره